سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز، دنبال کننده های ما در کانال یوتیوب عقیل جرمنی از لوکیشن همیشگی ما در شمال آلمان، ایالت نوردرین وستفالن. به همه شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. امروز هم قرار در مورد ویزای تحصیلی و مهاجرت تحصیلی به آلمان صحبت کنیم. این ویدیو مخصوص برای عزیزان پزشک ما هستن، عزیزایی که مدرک پزشکی دارن، چه از ایران چه از افغانستان، به خصوص دخترای افغانستانی که مدرک پزشکیشون رو گرفتن و دیگه کار نمیتونن، به خاطر شرایط افغانستان نمیتونن کار کنن، یا اینکه مدارک پزشکیشون رو تا ترم‌های 5 و 6 یا 7 خوندن و متاسفانه به دلیل شرایطی که در افغانستان به وجود اومد دیگه امکان ادامه تحصیل براشون وجود نداره. این عزیزان مطلع باشند که میتونن بدون هیچ مدرک زبانی و با گرفتن پذیرش دانشگاه یا پذیرش اوسبیلدونگ به آلمان مهاجرت تحصیلی یا مهاجرت اوسبیلدونگ انجام بدن. این ویدیو رو بفرستید برای کسایی که فکر میکنید به دردشون میخوره، دوستی آشنایی اگر دارید که دچار چنین مشکلی شدن و فکر میکنید این ویدیو میکنه براشون مفید باشه، حتما براشون بفرستید. یک توضیح مختصری در موردش روند کار میدم و اگر اطلاعات بیشتری خواستید حتما توی کامنت ها بنویسید، سعی میکنم به کامنت ها جواب بدم. در مورد مهاجرت تحصیلی البته توی ویدیوهای قبلی هم توضیحات کاملی دادیم، میتونید توی کانال مشاهده کنید. برای مهاجرت تحصیلی نیاز دارید که حتما از یکی از دانشگاه‌های آلمان پذیرش بگیرید یا پذیرش از اوسبیلدونگ بگیرید. در برای کار توی زمینه گرفتن پذیرش دانشگاه و پذیرش اوسبیلدونگ من قبلا خودم با کانال آلمان بدون مرز به مدیریت آقای توکلی همکاری کردم. شما هم میتونید از خدمات این کانال استفاده کنید. البته راه‌های دیگه، مؤسسات دیگه و راه‌های دیگه هم هست، ولی خب چیزی که بنده خودم ازش استفاده کردم و تجربه دارم از آقای توکلی و کانالشون بسیار راضی هستم. میتونید از خدمات این عزیزان استفاده کنید. آدرس کانال تلگرامشون رو توی کامنت اول قرار میدم، شما میتونید آدرس تلگرامشون رو از توی پیام ها ببینید و سوال دیگه هم اگر داشتید حتما بپرسید. خودم هم سعی میکنم چیزهایی که میدونم رو توی کامنت بهتون پاسخ بدم. پس اولین گام اینه که شما بتونید یک پذیرش دانشگاه یا پذیرش اوسبیلدونگ بگیرید. بعد از اون مدارکتون رو که ترجمه کردید به اضافه بقیه مدارک به خصوص تمکن مالی، یک وقت سفارت در سفارت آلمان در تهران یا سفارت آلمان در پاکستان، تاجیکستان یا سایر کشورها میگیرید. به همراه همه این مدارک اون 12 مورد چک لیست سفارت که توی ویدیوهای قبلی توضیح دادیم و میتونید توی کانالمون ببینید، به همراه اون 12 مورد چک لیست سفارت مراجعه میکنید به سفارت آلمان در یکی از کشورهای غیر از افغانستان که خب متاسفانه توی افغانستان سفارت آلمان فعلا تعطیله. مراجعه میکنید و همونجا بعد از حدوداً 1 ماه یا 1.5 ماهی جواب ویزای تحصیلیتون ان شاءالله میاد و میتونید ادامه تحصیلتون رو، ادامه کارتون رو در داخل آلمان داشته باشید. این ویدیو رو بفرستید برای اون عزیزان. باز هم میگم که عزیزانی که فکر میکنید به دردشون میخوره، دوستان، همه ما دوستان یا آشنایانی داریم که از افغانستان اومدن یا در افغانستان هستند و خب به دلیل شرایط افغانستان امکان تحصیل براشون نیست و مایل به این هستند که در کشورهای اروپایی ادامه تحصیل داشته باشند. امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید. ممنون بابت دنبال کردن و حمایت کردن از کانال ما. موفق باشید و خدا نگهدارتون.